چند تا آوانس بدم به خدا وکیلی میگم بطلا یه آینه بیارن، تو آینه خودتو نگاه کنی ببینی به من میتونی آوانس بدی یا نه. تو من میدونم میبرم. آقا اینو ضبط میشه بعد چیکار میکنیم؟ اینا رو من پخش میکنیم. آره پخش بکنیم. از بچگی پینگ پونگ بازی کردم، ما والیبال بازی کردیم، بسکتبال بازی کردیم، اما خداییش به قیافت نمیخوره بتونی منو ببری. بگوش الان چی شد از علی دیگر؟ ما باختیم. عزیزم من 2 سال بازی نمی‌کنم. آقا چرا بس کری می‌خوندی؟ ایشون باید کری ملزومات بازی باختیم بعدا باختیم. آقا ببین اما آقا بیکاره هنوز بازی می‌کنه.